درود بر یاران همیشه همراه. یه نون لواشو برمیداریم، ته قابلمه رو اندازه میزنیم، اضافهشو میچینیم و اون حالت باد بزنی چپ و راست تا میزنیم، چون میخوایم یه شکل باد بزنی بده. به این شکل تا انتها تا میزنیم. حالا کف قابلمه امتحان میکنیم سایز و شروع میکنیم با یه باریک نون دور دورش میپیچونیم و اضافهشو میچینیم، کنار میذاریم و پاپیون رو ته قابلمه میذاریم و برنجی که به این شکل، برنجی که از قبل زعفرونی کردیم. البته میتونیم برنج سفید ساده هم بریزیم، اما من خودم دوست دارم یه مقدار گلاب و زعفرون بزنم ته دیگ که خوش طعمی داشته باشم. با کف قاشق به خوبی صافش میکنیم به این شکل و برنج سفیدمون رو روش میریزیم. البته برنج بعد از اینکه برنج سفیدمون ریختیم حدود 1 دقیقه میذاریم با شعله زیاد و 1 ربع با شعله. البته این 2 نفر است این تدیگ. یه رو 20 دقیقه هم برای دم کشیدنش و برش میگردیم تو بشقاب. حالا برنج سفیدمون هم ریختیم، با کفگیر خوب صافش میکنیم و با یه چیز سوراخ‌های روش ایجاد میکنیم که فضا برای دم کشیدن داشته باشه. این هم اتمام کار. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون.